سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. امروز اومدم با یه تعریف کوتاهی از استراتژی برند. استراتژی برند یک برنامه بلند مدته برای رسیدن به یک سری اهداف بلند مدت که در نهایت منجر به این میشه که شما مشتریان برند شما رو بیشتر بشناسن و از میان رقبا شما رو انتخاب بکنن. نکته‌ای که ما باید اینجا بهش خیلی توجه کنیم اونم اینه که استراتژی برند مشخص میکنه که چگونه کسب و کارتون رو به مخاطبا و مشتریان نشون بده و در بین رقبا وجه تمایز رو ایجاد بکنه. حالا هدف از استراتژی برند چیه؟ هدف از استراتژی برند اینه که برند شما رو در ذهن مشتریا موندگار بکنه به طوری که اونها رو بتونه تبدیل کنه به مشتریان وفادار و هواداران برندتون بشن که در میان رقبا از برند شما حمایت کنن. امیدوارم که این نکته